شما و درود به محترم وزیر. من لطفالله عزیز هستم از صدای دوشنبه. خب چند قبل در تئاتر جوانان نخست نمایش فریاد عشق که نصر سالهای سال در تئاترهای دیگر پخش میشد نمایش میشد. خب شما 15 دقیقه گفتند که دیر ماندید و اونجا نوشتند در سامانه‌های اجتماعی که وزیر فرهنگ ویب خانم 15 دقیقه دیر ماند و اعتراض هم کردند که آیا وزیر در دیگر نمایش‌ها نخست نمایش‌ها دیر میماند و این قضیه بررسی نشد از جانب شما واکنش نشد در سامانه‌های فیسبوکی مثلا. خب این عذر بپرسم که سوال یک کمی انفرادی است اما همین مسئله از سوی خبر یعنی که و شما واکنش شما تشکری زود. من فکر میکنم این سوال اصلا در اینجا قابل قبولم نبود ولی چون شما مطرح کرد من شما سوال می‌کنم. وزیر به نمایشنامه دیر نکرد. یکم از دوم از اونی که اون چیزی که امروز در شبکه ها می‌رود من فکر میکنم نفرانی که قلم در دست دارد و مطلبی را رسانه‌ای میکنند پیش از همه باید هر چیز را در پله ترازو بکشند بیازمایند سنجش کنند پاسخ گیرند اقلاً با همان شخصیت‌ها هم صحبت شوند فکری همان انسان‌ها را به نظر گیرند اگر سوال قابل قبول نبود میگیرند جواب پاسخ میگیرند من آمد رسانه‌ای کنند ولی اونی که خانم وزیر دیر کرد خب من فکر میکنم بیشتر و دنیای تئاتر وارد شدن در کور و با کارشناسان هم صحبت شده و پرسیدی تو چند دقیقه و نمایشنامه ها دیر کرده آن چیزی که در شبکه های اینترنتی میبخشید شما میپرتوید و رسانه‌ای میکنید شاید که شما در این سم بعضی ها در این سم موفق میشوند در اینترنت ها برای جمع آوری لایک و غیره و غیره ها برای من خواهش میکنم چیزی که به قلم میتید اقلا صحبت کنید این معنای آن را ندارد من میدونم که شما همتون امروز قلمتون تیز هست همتون بسواد هستید ولی هر چیز ترتیب و نظام خود را دارد آداب ژورنالیستیک است اتیکای ژورنالیستیک است اقلا کم طرف از پهلو اگر وارد امان مکتب نشوید اقلا از نزدش گذر کنید من خواهش میکنم